ابتداعا ما به اندازه ارتفاع کاسپای لینگو، اگر دقت بکنید موقعی که میرید ابعاد و اندازه دندان رو از توی این برچسب برگیری که داشتید پیدا کنید، ببینید دو تا ارتفاع داده. یکیش ارتفاع لینگوال هست، چون لینگوال یکم بلندتر از باکاله. شما به همون اندازه به اصطلاح جدا بکنید و بعد بیاین شکل باکال رو بکشید. ما توی این دندون چون عرض کردم خدمتون شیشه پایین بیشترین عرض مزیودیستال داره، به همه عرض دندون کار داره. ببینید یه مقدارم ارتفاع رو کوتاه گرفتم چون کاسپای لینگوال باید بلندتر باشه. ما سطح اوکلوزال فعلا نمیتونیم بتراشیم چون اون وقت کاسپای لینگوال اون میره. صرفا این قسمت و این قسمت رو برمیداریم. خیلی ممنون که ساکت شدین، چون وقتی حتی یه نفرم صحبت کنه و ما یه مقدار تمرکزمون از بین میره. ببینید ما صرفا این زیرو خالی میکنیم. سطح اوکلوزال فعلا نمیتونیم کار کنیم چون سطح اوکلوزال کاسپای لینگوالش بلندتر از کاسپای باکال. این دوتا کاسپای باکال این شکل رو من الان کشیدم. بس حالا میریم شکل مزیال رو میکشیم. شکل مزیال چون گفتم عرض باکال کمتره، همه یه گچ رو احتیاج نداریم. چه چیزایی باید دقت کنیم؟ یکی این که ریجه باکال سرویکال داشته باشیم، کاسپ باکال یه مقدار حالت گرد شده داره، کاسپ لینگوال تیز و بلند هست و هایت آف کانتور لینگوال در وسط قرار گرفت، در حالی که هایت آف کانتور باکال در فوق قرار گرفت. اضافات این رو میتونید الان بردارید. من این مقدار سریع‌تر اقدام میکنم، ولی دقت کنید قسمت توق رو زیاد بر ندارید. تو این دندونا قسمت های توق از وقتی از مزیال و دیستال نگاه میکنید توق قوی تر از قسمت اوکلوزال هست، بنابراین زیرش رو هی خالی نکنید که مثل گلدون بشه. ببینید یه همچین چیزی، ببینید یه همچین چیزی. حالا من اضافات رو میتونم بردارم، البته میتونیم هم سطح اوکلوزال رو بذاریم آخر کار، ولی به نظر من وقتی فرم اولیه‌شو الان در بیاریم یه مقدار کارتون راحت تر میشه. ببینید به طور اولیه کاسپ با کالم یه مقدار کوتاهش میکنیم. ببینید این الان شد کاسپ دیده ما از مزیال. کاسپ لینگوال باید تیز و بلندتر باشه، کاسپ با کال یه مقدار کوتاه‌تر و یه تمایل لینگوالی هم شما باید توی تاج در شیشه پایین ببینید، مستقیم درش نیارید. خب حالا ما یه مستطیل اینجا داریم که با این یه مقدار نمیخونه. چرا؟ چون ما تو شیشه پایین سطوح پروکسیمال رو باید جمع کنیم. ببینید اینجا اگه این کارو نکنید بعد دو تا کاسپی که اینجا هست خیلی کاسپای بزرگی از آب در میاد. ببینید یه مقدار دیستال یه مقدار مزیال دیوار پروکسیمال رو به سمت لینگوال جمع میکنیم و بعدم گردش میکنیم کناره ها رو، مزیولینگوال و دیستولینگوال. کلا ما سطوحی که به سمت پالاتال یا لینگوال داریم به خاطر مجاورت با زبان به گونه‌ای خلق شدن که کاملا یه حالت گرد و کروی داشته باشن که به زبان اذیتی نکنه. خب ببینید این قسمت رو اگر دقت بکنید اینجا و اینجا گرد شدن. حالا مزیو با کار رو هم یه مقدار از حالت چارگوش درش میاریم، اما دیستو با کال یه داستان دیگه ای داره. ببینید مزیو با کال رو هم گرد کردیم. دیستو با کال نمیشه بیان مثل مزیو کال گردش کنیم، اول باید یه مقدارشو بردارید که این کاسپ دیستالتون بره تو تر، بعد گردش بکنید. نباید این سه تا کاسپ در امتداد هم باشه. این دو تا چرا؟ اما این کوچیک‌تره و این مهم هم هست. اصلا کلا این کاسپ خیلی مهمیه، با همه کوچیک بودنش خیلی جواب ما رو اذیت میکنه اگر که ما بهش اهمیت لازم رو ندیم. پس ما اول میایم قسمت دیستال رو یه مقدار ازش بر میداریم، میبریمش داخل تر و بعد شروع میکنیم به گرد کردن.
الان اگر اینجا خوب پیدا باشه میبینید اینجا کمی داخل تره. اینو از اینجا عد میگیم که بعداً کاسپ دیستالمون هم ردیف دوتا کاسپ مزیوباکال و دیستوباکال نشه. حالا میایم به سطح اوکلوزال برای خودمون شیار رو میکشیم. این پیت مزیال به اندازه یه مارژین آریج میذاریم، اینجا پیت دیستال. اول اینجا این شیار مزیوباکال و شیار لینگوال. شیار لینگوال و مزیوباکال معمولاً موازی و نه هم راستا. البته مورداش هم داریم که دنبال هم دیگه هستن، ولی شکل تیپیک اینطوری قشنگتر و بهتر. اما شیار دیستوباکال صاف نیست بلکه موربه. ببینید این دوتا موازی هم در این کجی و این کج بودنش هم خیلی مهمه از نظر اوکلوژنی. حالا بعدها بهش خواهیم رسید. خب یه نکته دیگه هم باید دقت بکنید اینه که این شیار صاف نیست. عرض کردم مثل یه حرکت ام باز شده است. یعنی این قسمتش که کاسپ دیستوباکال هست یه مقدار نفوذ میکنه بین دو تا کاسپ لینگوال. من الان شیار رو بکشم این به این شکله، بعد میاد داخل اینجا و این مثل یه حرف ام باز شده. این کاری که کردید یه میتونید بیاین با اسپاتولتون شیارها رو مقدار مشخص بکنید که کاسپ ها برای خودشون هویت جداگانه داشته باشن، بتونیم یک به یک اینا رو درستشون کنیم. این شیار مزیوباکال، مزیولینگوال و شیار کج دیستوباکال. بازم تاکید میکنم این شیار مستقیمی نیست، شیار کجی هست. شیار مرکزی هم فقط یه مقدار میکشیم که خب حالا هر کدوم از این کاسپا رو شما میتونید بیان برید که برای خودش کار بکنید. مثلا ببینید این شیارا رو از ریج باکال تا شیار باید یه مقدار بزنید. ببینید این طرف هم همینطور تا قسمت وسطش بشه اون ریجی که ما انتظار داریم. فقط یه خط نیست بلکه از ریج تا این خط میریم داخل، از این داخل تا ریج بعدی میایم بالا. همینطور هست در قسمت کاسپای لینگوالی. حالا کاسپای لینگوالی کاسپای خیلی تیپیکی هستن. ببینید مثل دوتا هشت هستن. اگه من بخوام شکلشون رو بکشم این شکلیه. نمیدونم تا چه حد شما ببینید. حالا اضافاتش رو برمیدارم. حالا اگه دست من نگاه کنید ببینید مثل دوتا هشت. خیلی کاسپای تیپیکی هست. مثل کاسپای باکال مولر بالا میشن. هر دوی این کاسپای اینا کاسپای نان فانکشنال. خب حالا میام توی شیارا رو این مقدار تخلیه میکنیم و فرم بهشون میدیم. حاشیه مزیال و دیستال اینجا. این مزیال و دیستال پرمولر بالاست که براتون گفتیم با 3 تا مانور پیت مزیال رو در میاریم و یه مقدار با دقت بیشتر پیت دیستال، چون این جناح یه مقدار کاسپ دیستال هم هست، باید یه مقدار با دقت بیشتر که کاسپ دیستالمون خیلی از دست نه. یه همچین چیز. تقریبا ما کار اصلیمون رو انجام دادیم. یه بعد از اینها میریم سراغ کارهای ریستم، مثل اینکه جدا بکنیم کاسپا رو از هم دیگه. کاسپای با کالی مقدار گردترش بکنیم. این تقریبا الان ما مولرمون رو دیگه فرم دادیم. نسبت به مولر بالا این دندان ساده تریست. مولر بالا به واسطه اون ریج مایلی که داره این مقدار دندانه مشکل است. این میشه تقریبا مولر اول پایین. من فقط تنها کار که الان میکنم یه مقدار ارتفاع کاسپ دیستال رو میبرم پایین تر، چون این کاسپ یه مقدار از اونا کوتاه‌تره، هرچند یه مقدار تیزتر هم هست. دوباره پیت دیستال هم فرم میدم. مارژین آریج هم که دارم
این پایینم بر ندارید، اینجا محل ریجه باکو سرویکال هست، باید برجسته بمونه. این تقریبا میشه شکل مدره بالا پایین. اما از نظر ریشه این میشه تنه ریشه، یعنی در امتداد اینجا که جمع شد میاد اینجا جمع میشه، از اینجا به بعد این میشه ریشه مزیان و این میشه ریشه دیستال. میشه. ولی اگر از مزیال نگاه بکنی ببینید چقدر پهن، یا این اگر نگاه بکنی تو این بود ریشه پهنی هستن، ولی تو این بود ریشه پایین. این میشه آموزش مدر پایین که انشاءالله امیدواریم که یاد گرفته باشید و خوبم بهتر باشید.